مثلا در زمان ما مرد ایدئال باید مشق کند، مشق بدن کند، مشق یعنی مشغول به سپورت کند، ورزش داشته باشه. لیکن پیامبر صلی الله مرد ایدئال بودن، بلکه ایدئالی نامیر ادین بودن، رقم یک. لیکن برای چی زال نمی رفتن، مشق نمی کردن؟ برای اونکه پیامبر صلی الله علیه و ایواز داشتن. اولش اینکه برای طعام هایی که پیامبر صلی الله علیه و می خوردن و روغنی نبود که شکم پیدا کنن و گوشت زاید که پیدا کنن. این یک. دویمش این که شتر می نشستن، اسب بیزین سوار می شدن، یعنی که حرکت داشتن. خانه هاشون در بالای دیوان های 1 متر خواب نمی کردن، در زمینی بالی بوریا خواب می کردن، در بالای یک تختی قاق خواب می کردن. اون جسم های با قوت بود، خودش همون زندگیشون ورزش بود. می گشتن پیاده، سواره، حاجت نداشتن.